بچه ها سلام. یه روز دیگه یه غذای دیگه سریع، ولی ما میخوایم بریم جایی. گفتم یه من درآوردی خیلی خفن که من درآوردیم ژاپنیه درست کنیم براتون. خیلی راحته، خیلی خوشمزه است و به ژاپنی اسمش میشه سنگاپور نودل، چیکن سنگاپور نودل. آره، چیکن تریاکی سنگاپور نودل، اینجوری خیلی قشنگتر و درست‌تر و کاملتره. خب ما سینه مرغ داریم که اینجوری کاتش کردیم، پیازچه داریم یعنی خلالیش کردیم. این منگه توته یا نخود فرنگیه، ولی خب هنوز نخود نرسیده، زود چیدنش. قارچه و اینم هویجه که با اینا به صورت نواری و نازک در میاد. خب بریم برای درست کردنش. خب بچه ها میریم برای آماده سازی چیکنمون رو میریزیم توی ظرف به این شکل. سینه مرغ بچه ها. خب ما الان به آرد ذرت نیاز داریم. یه جوری میریزیم که بتونیم کل مرغمون رو بهش آغشته کنیم. هم میزنیم هم میزنیم، آغشته میکنیم، هم میزنیم. بچه آغشته یادتون نره. هم میزنیم هم میزنیم. سعی کنم همه جای مرغا بهش بگیره. یک کوچولو دیگه این لابلا میخواد، میزنیم بسش. بله اینم باید میریختم و نریختم، ریختم. الان میرسیم به نمک و فلفلمون که باید اینجا بهش عطر. این نمک به مقدار لازم، هستش. فلفل به مقدار لازم. یه ذره من میخوام تندترم بشه، حالا یه سری سوسا داره که بهتونم میگم. نمک هم میزنیم هم میزنیم، نمک خورشون کنیم، فلفل خورشون کنیم به این شکل. خب این از این. یه زرده تخم مرغم زورپ بهش اد میکنیم و چی کار میکنیم؟ هم میزنیم. خب بچه ها روغن داغ شده. موادمون رو که همون مرغمون رو میریزیم توی مایتابه که قشنگ سرخ بشه. خب الان مرغمونم دیگه پخته، آماده جدا کردن این مرغ مایتابمونه. توی جای ظرف دیگه میذاریم که سبزیجاتمون رو بکنیم برای آماده کنیم برای پختن. فقط سعی کنید روغن شما نیاز داریم تا آخر کار. خب بچه ها مرغامون رو جدا کردیم. حالا موادمون پیازچه، نخود فرنگی هایی که جوانه نخود فرنگی، هویج، قارچ میریزیم تو همون روغنه. یه تفتم میریزیم. خب بچه این غذا خیلی 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 خوبه، خیلی خوب، خیلی خوشمزه است. مطمئنم درست کنید خوشتون میاد و همیشه جزء برنامه غذاییتون استفادهش میکنید. خب اینو با شعله زیاد چاینی طور اینو تفت میدیم، خیلی شعله زیاد. این از دستتون نیفته.
خب همینجوری که داره تفت میخوره وقت اضافه کردن گشینات یا بادوم هندیه. من اینا رو خورد کردم، حالا یه دونشون سالم در اومده. بادوم هندی شور نه خام باشه که دیگه نور الان نوره. خب بهشون اضافه میکنیم که اینا باشون تفت بخوریم. این دیگه بستشه دیگه، فکر میکنم قشنگ تفتشو خورده، آماده است. خب ما الان اینو میریزیم توی کاسه دیگه بغل مرغامون، وقت درست کردن سسمونه. الان میریم واسه درست کردن سسمون. ما یه مقدار کچاپ باید درست کنیم. نو بود. خب یه مقدار کچاپ میریزیم تو مایتابمون. خب حالا نوبت نشاستمونه. اول یه ذره تفتش بدیم، کچاپمونه یه ذره تفت میدیم، سس کچاپمونو. روغنش کم شد. همین که داره تفت میکنه من اینم بهتون بگم بچه، این نشاسته یه قاشق نشاسته است. من ریختم با یه ذره آب هم زدم، نشاسته معمولی، نه نشاسته ذرت، نه چیز دیگه. یه مقدار هم زدم، آماده است که این یه مقدار تفت بگیره سسمون. اونو بهش اد میکنم که یه لعابی به اون بده که کار داریم باش. خب این الان تفتشو گرفت بچه، اینجا خیلی مهمه. خب الان ما نشاستمونو میریزیم توش، یه مقدار خودشو بگیره. خب نکنید یه ذره سفت شد، حالت چیزه گرفت. پری پری چیلی سس به مقدار لازم، ولی ما میخوایم یه ذره تون شه. این پری پری چیلی سس، سوی سس، خب سوی سسمونم ریختیم. اصل کار بچه ها تریاکی سس. تریاکی سس این بچه ها میریزیم. یه مقدار سرکه سفید. بس دیدی چقدر ریختم؟ چند تا قطره بهش قطع کردم. حالا یه ذره زیاد میکنیم، هم میزنیم. یه ذره دیگه، من چون میدونم شما این تریاکی سس دوست دارید، یه ذره دیگه اد میکنم. پس شد سرکه سفید، یه قاشق نشاسته، و یه مقدار پری پری سس، تریاکی سس و همین. الان که این تفت گرفت موقع اضافه کردن مرغمونه قشنگ میدیم دوباره به خوردش بره، به خورده این سس بره. همزمان با اینکه رنگ و سیستمشون میکس شد ما سبزیجاتمون رو اضافه میکنیم. الان یه سبزیجات اضافه میکنیم، بعد سنگاپور نودلمون رو بهش اد میکنیم، درش رو میبندیم به مدت 20 دقیقه که دم بکشیم. میبینید بچه ها به این شکل در اومد. خیلی خیلی خوشمزه، خوشگل، همه چیش عالی. خب حالا یه مقدار چون اون آبای مثلا سویا سس چون مایعات بود و اینا نیاز داریم که
دمم بکشه با این سنگاپورمون، سنگاپور نودلمون به این شکل. اینم اضافه میشه، همش مواد شد. میگم اینم اضافه کنم اضافه کنم، باید اضافه کنم، همش مواد شد. خیلی 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 خوب. زنگ زنگ تو طریقه همونم یا با اون جون میشن میخوریم صفا. بچه الان زیرشو من زیاد میکنم. هی تفت این خدایی تو نیم ساعت یه چیز خیلی خفن در اومد مردم. از اون کات کردنش که حالا شما ندیدید و ظرفا رو بشورید و همه کارا رو بکنید، نیم ساعت یه چیز خیلی خوشمزه و ببخشید خیلی خوشمزه و عالی. حالا چیکار میکنی؟ حالا که همه چی با هم دیگه آغشته شد، درگیر هم دیگه شدن، مزه داره با هم دیگه زد و بند میشه، کنجد میریزیم، درشو میذاریم، 20 دقیقه دیگه حاضره. هرگز نشه فراموش بچه، این کنجد کار در میاره. درش الان میذاریم و 20 دقیقه صبر میکنیم. خب بچه اینم فاینال کارمونه، تو نیم ساعت کار در اومد. خب. عالی شده. امیدوارم درست کنید بخورید، ما رو حمایت کنید. یادتون نره سابسکرایب، لایک، کامنت. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.